درود دوستان عزتمند، برنامه حرف دل از منظور شما و قبل از آنکه که ما برنامه را شروع میکنیم حالا من یک سیر و یک مشکلی برنامه همین گونه برنامه ها یعنی برنامه هایی که با هنرمندان با ستاره ها تهیه می شود برای شما میخواهم بگوشایم. همین گونه برنامه ها یک کمی ساختنشان تهیه کردنشان برای مؤلفان مشکل تر است، زیرا که ما با اهل هنر کار میکنیم و طبیعی است که با اونها گفتگو کردن، اونها را راضی کردن یک کمی سخت‌تر است. ما کوشش میکنیم که وابسته به خاراکتر و خصوصیت اونها رفتار کنیم، زیرا بسیار حالت ها می شود که مثلا وقتی ثبت برنامه ما با برنامه و رجای کاری آنها مطابق نمی آید یا می شود که آنها راضی می شوند و همون لحظه نمی آیند که این یک روزی کاری ما رو یک برنامه که زحمت کلان صرف می شود بر هم می زند. ولی این برنامه از جمله برنامه هایی است که خیلی راحت تهیه می شود، زیرا که در دنیای شو بیزنس ما یک نفر هنرمندی رو میشناسیم که خیلی شخصی زمینی است و خیلی خاکسار است و نمیدونم از این خاکساریشون بعضی ها به منفعت خود استفاده میکنن یا نه، ولی ما با این شخص خیلی راحت حرف میزنیم. مثلا من یک مرتبه زنگ زدم گفتم که اکا ثبت برنامه است، گفتن خوب، حالا که خیلی سرکار بودن. خلاص هنرمندی شایسته تاجیکستان شهرت سینکف است. خوش آمدید به برنامه حرف دل. خوش باشید، سلامت باشید. و من میخواهم نخستین نظر شما رو درباره همین سخنهایی که گفتم در همین موضوع بشنوم، زیرا که واقعا هم هنرمند همیشه این یک کسبی است که در میان مردم باید باشه و تلویزیون یک واسطه ارتباط هنرمند با مردم است، یعنی با مردم نزدیک بودن است. اما این مشکل ها برای چی سر میزنند از نگاه شما؟ با فکر من اکنون هر کس، هر هنرمند، هر شخص هر خیل فکر میکند، یعنی با همین خاطر هر یک ما خصلت داریم. بله. به این نمی شود و بعضی آدما نه که حرکت میکنن تا اندازه فقط خصلت خودش را میپندارند و حرکت میکنن خصلتشون رقم یک باشد که فقط باید اونا را پذیرفت. بله. لیکن اینجا حجت انسانی غلبه میکند. وقتی که انسان باشه یعنی که عاقبت همه این کارها انسانی غلبه میکند. همه هنر دارند، شما هم هنر دارید، من هم هنر دارم و همه هنر دارند و یگان تایما از یکدیگر وابستگی هم نیستیم اگر این خیلی بگیری. لیکن من اگر که هر یک شما به من زنگ میزنید و من میگم من فرصت ندارم و من خیلی اونجا کارهای خوبتر و یا بسیارتر است، لیکن ما باید همه پست بلندی ها را باید قبول کنیم و باید کاری کنیم که یک کس از ما نرنجد. وقتی که یک کس را رنجیدی، یک کس به 100 کس میگد که وای خی مرا خفه کرد، برنامه مرا ویران کرد، مرا رنجاند و 100 نفر دیگه میشنوند و از امو بها دادن شما به من هوایی بها میتیند، حالا اون که یعنی که اونا با شما باوری میکنند. بله. خاکساری در هر یک هنرمند، در هر یک شخص باید رقم یک باشد. یعنی باز برمیگردیم حجت انسانی. بله. اولین حجت ما باید امان باشد. بله. و گفتیم که شما خیلی خاکسار هستید و این رو همه اون شخصانی که کارمندانی بگوییم میدیا هستند، وسایل اخباری عامه خوب میدونن. سوال من این است که این خاکساری از طینت انسان می شود یا اون ساخته می شود؟ من فکر میکنم این گین میگن در اویله و اولاد، و فکرم همه چیز هست. چون که در وقت خردسالی و وقتی که من کمتر کلانتر شدم، پدرم یک سخن گفت بعضی ها کمتر بالا میروند و فراموش میکنن که من کی بودم و من هر لحظه یاد میکنم و با
جوانان با نورسان دوی میرسیم که یاد کنید که کی بودید و فراموش نکنید امروز کی هستید و هیچگاه فراموش نکنید کی بودید، از کجا آمدید. شخصی که همین را یاد میکند و همیشه فکر میکند که باز در او پستیو حتما فرو میورد و تو که با پستیو نغلطیم، ما باید امروز با مردم پول بسازیم، یعنی که یکدیگر فهمی. امروز حتما میگذرد، لیکن چگونه گذشت، امشب چه خیلی گذشت. آفتاب میبیاید و شام میشود. یعنی شما برای امروز زندگی نمیکنید؟ نه، برای فردا. و امروز باید خوش گذراند که تا که فردا هم از پیش باید چندین آدمای دیگه شما را دعوت کنند که روزهای خوش باز بگذرانی. با همین خاطر بچه‌ها را گفتم که امروز آفتاب نه، صبح شد و شام شد و چگونه گذشت. ما از خود بپرسیم روز ما چه گذشت و روز ما باید هر روز خوب گذرد. یعنی که ما باید هر روز بهای 5 نه اقلا 4 بگیریم. اکنون بهای 3 که گرفتی، یعنی که روز تا روز طلبات کمتر می شود. آهسته آهسته دیگه نظر نمی کنند. بعد آهسته دلت نسبت اون خنک شدن می گیرد، چون که طلبات نیست. اما حرکت میکنم که طلبات دویم باشد. همیشه گفتیم که 4 یعنی بهای خوب باید گیریم. الو اگر گرفته نتونیم باید خوب بگیریم. باز چه خواهده ها در حیات دارید؟ یکمش فهمیدیم که تنها برای امروز زندگی نمیکنید، برای آینده رو نیز ساختن زندگی میکنید. باز چه قاعده ها شهرت سعینک در حیات دارد؟ من از اون قاعده ها عمل میکنند؟ من بسیار با طاقت هستم و بسیار طاقت من این طلای من است. من از همین چیز بسیار بای هستم، بایترین شخص هستم و همین طاقت من بسیار طلایی است که من تو به امروز رسیدم و با شما بخوردم. صبر بسیار دارد. صبر. این برای من بسیار قیمت‌ترین است، بسیار در وجود این در من بسیار فعال است. یعنی من تا حالم حرکت میکنم طاقتم باز زیادتر شود که این طلا هست. این را کاریدن دشوار است. بله. اراده مستحکم نیست. لازم برای صبر داشتن. هر لحظه ما پیش میرم حرکت میکنم، اونجا جای جنجال است، من خودم را میقپم، حرکت میکنم که من خفه نکنم اونا را. خودم اینقدر میرم خفه شدم میرم، لیکن خواهی کار میکنم که با یک موسیقی با ایجاد میکنم با خودم را طب ذوق خودم را خوش کنم. لیکن فکر میکنم باوری کامل دارم که همون شخصی که خفه هم کرد، من میدونم که همون وقتی که سرش را ماند وای حتما یاد میکند که امروز چی کار کردم، که وای حلقه یاد میکند که منو خفه کرد. یک شب آمدم یک کارکنی بده، من نمیدونستم که یک فاری ماشین من کار نمیکند، بارانی بود، مرا من کرد و گپ زیاد نزد، اما حجت رانندگی مرا گرفت. نشناخت شما را؟ اکنون دیگه امخیری یک استوراش رو گم کرد با امو شبکش، خودش رو وای نکرد، من گپ زیاد نزدم، گفتم خیلی سلامت باشید. لیکن فردا رفتم اون جایی که حجت میگیری، رفتم اول حجت مرا نبرد است، کمک وای شده، دل باوری به خودش نداشتم. رفتم حجت من در اونجا نیست، گفت اگه اولی حجت شما را نوردند. اونجایی که حجت را میگیری اونجا آدمای خوب بدند که نخود که حجت شما را میگیرن. خیلی گفتم میخوام آدما قطعا وا میخری، شاید پیش از من یک کس را سخت رنجاند که قهر اما را در ما کرد، این خیلی بودنش ممکن است. اونجا هم طاقت خودم را استفاده بردم. وقتی که رفتم حجتم رو گفتم آدمای خوب بهترین بودند، همکاراش بودند، گفت حکا بخشش. میگویند که مناسبت گرد و اطراف از خلق اطفال ما وابسته است. بله. در خیابان ها میگردید مثلا؟ بسیار. پیاده گردی میکنید؟ بسیار میگردم. وقتی که شب میشود من کم میبرم با ورزش مشغول میشم. پیش از ورزش در خونه با اکاردیون کم ایجادیات میکنم و ایجادیات رو در تلفن ثبت میکنم. بعد وقتی میرم بیرون گشت و گذار میکنم شب من فقط تنها میگردم، به خاطری که ایجادکار باید که با هیچ کس نباشد. وقتی که ایجاد میکنی در تنهایی ایجاد میکنی. نه امروز که ما با شما صحبت میکنیم و در جای کار با همکارو صحبت میکنیم، از کجا ایجاد پیدا میشود؟ اونجا فقط غیبت و تعریف است. اونجا که جمعیت جمع است اونجا تعریف و غیبت است. وقتی که تنها هستی دیگه اگر غرورت رو کمتر و وسیع‌تر کنی، غرورت رو اون چیزی که غرور داره رو پرت و یک طرفو، لیکن روزای خوش را تصور کن. تصور کن که مردم
انتظار هستند ایجادیات نو به نوع شهرت سینکوف را. من باید ایجاد کنم، من باید دائم برای مردم، برای مخلصان سرودای نو، آهنگای خوب ایجاد کنم و پیاده‌گردی میکنم و با مردم شب بسیار وال میخورم، سلام علیک میکنم، خیلی راه دراز راه میگردم و خیلی بعضی درک میکنم، بعضی وقت خوشم با موسیقی، بعضی وقت بعضی را اونو میخوان قطعی هم سلام کنن و من پریشان تر هستم و حرکت میکنم که یعنی که ما در راه خودمون رو چهار چشمه میکنیم، چهار چشمه، یعنی که حرکت ما میدونیم که بسیار آدما میخوان سلام میکنن، بعضی جرأت ندارند و ما حرکت میکنیم با مردم شانس دیم که یعنی که حس کنن که من بسیار آدمی خاکسار هستم که همه را بود درک کنند. در بعضی موردها از همین خاکساریتون استفاده نمیکنند؟ بگذار بکنند، یعنی که من هیچ وقت از این بای نمیتیم، من همیشه برد میکنم، ما اثبات کردم در زندگی. ما درباره هنر شما میدونیم، اما درباره محیط اویلویتون که خیلی کم سخن میگوید. بیاید یک کمی درباره اویلا سخن اگر بگید. شما مرا نپرسین من چگونه سر کنم؟ خب اویلام بسیار یعنی که اویلای خاکسار هستند و بسیار احترام دارند نسبت هنر من. این برای ما بسیار فخر است، من از این خیلی راضی هستم. وقتی که من در خانه زمزمه میکنم میدونن که من ایجاد میکنم، در این مرا میپوشن، به من یگان میده خلال میرسونند، میدونن که یعنی هنر من این اساسی است، یعنی که این هنر رو با همه هنرمون من نگاهی میکنم، الکی در مرا میپوشن، دیگه اونجا تلویزیون سالن او را پستر میکنن، یگان میده به من خلال میرسونند، حس میکنن همه چیز رو، با من همه چیز بس است، یعنی که من همسرتون از محیط ایجادی است یا نه؟ نه، همسرم در آمار کار میکند، کمیته آمار کار میکند نزد حکومت جمهوری اسلامی تاجیکستان. بسیار کار اینا خیلی کار اینا هم دشوار است، لیکن اما یک ساحه الهیده است، ساحه الهیده هست، لیکن هنر من این گونه است، لیکن بسیار میفهمن، رشک نمیکنن، مثال قدر میکنن، بعد بسیار باوری به من میکنن. وقتی که در خانه باوری هست، وقتی که مرد و زن به یکدیگر باوری میکنند، اینجا برکت به وجود میبیاید. وقتی که در اونجا رشک است، اونجا خانه بی برکت است، در اونجا همیشه جنجال است و رزق روزی هم کم میشود. این دو چیز بسیار نازک هستند، لیکن کسی که رشک دارد وای کسل است، وای مریض است، وای باید خودش رو طبابت کند. وقتی که خودش رو طبابت کردن نتواند، افسوس. گفته در خانه زیاد ایجاد میکنید، نظر همسرتون رو با ایجادیاتتون میپرسید، میگوید که این ترانه چه خیلی برآمده است یا مصلحت میپرسید؟ اصلا اویلای ما سرودوی آرامی که میسرایم، اینها را بسیار میپذیرد. فرض کردیم سرود با نام هلال رخ سیمین بدن بسیار نازک است، این سرودهای بسیار لیریکی هستند، وای الکی درک میکنم این سرود بهتری میشود. حالا زندگی مشترک شما را چند سال میشود؟ ما سال 2007 یعنی من اویله دار شدم، ماه دکبر بود. چگونه خورده؟ راستش گویم ما دو جورم خیلی راه برفته استیم، بعد او دویم قطعی محض گریم، بعد با یک دختره گفت که با من گفت یک عروس بیاب، بعد او دوگانه‌شم شوخ بود، گفت تو زنگیر نیست، تو گفت بسیار وای چتای سوسو میگادی، گفت با تو باوری نیست. بعد گفت این اکای شورت، گفت سریوز نیای جدی. من گفت او را با اکای شورت شناس میکنم که هم خیلی هم خیر. بعد خیلی منم درو نگفتم، مایلش گفته؟ بعد رفتیم هم خیلی بعد چند روز ما رفتیم شناس شدیم، بعد دیگه 2 سال دیگه شناس بودیم با هم. دیده علاقه با شما پسند آمد؟ بله با من پسند آمد. بعد دوستا میگن که اکن دیگه یکدیگر رو آموختیم، با یکدیگر باوری پیدا کردیم. رنگ امروزه نه که یکی بار میبرم بعد میگیرم بود جوش تا با جدا شوی بسیار است که دیگه من چقدر فکر کردم این وقتی که اویلادور میشه این شوخی نیست که دیگر، یعنی که در یک کشتی با یک اویلا دیگر زندگی را میبری تو که غرق نشوی. حالا چند فرزند دارید؟ 2 فرزند داریم. دختری من نامش نقره است، صنف 11 را امسال ختم کننده است. پسر من
صنف نو هست. محیط خانواده نیز همین گونه است. آرامی فرزندان خصوصیت های شما رو گرفته. همسرتون هم آرام طبیعت است. بله درست؟ همه وای هستند، آرام هستند. فرزندا با بسیارتر به طرف من رفتن. خیلی من هم خیلی گفتم که حرکت کنید، یگون کس خفه نکنید، حرکت کنید تا اندازه حرکت کنید. بله. گفتم من از این چیز بر کردم. بسیار میشد زندگی در با چندین آدم با میخری. بله. جنجال بسیار در راه میبید که کور جنجالی، بله. لیکن گفتیم حرکت کنید شما همجا بایدید. یعنی که بله. در عاقبت اون کسی که شما را خفه کرد وای حتما اما شب پشیمان میشود، حتما گارانتیا 100% گفتم است. باوری کامل دارم که بله. وقتی که یک کس امروز روز کم گپود می وای میشه که با هم نوجور میشوی، میروی با روی تکسری سر میمونی، علاقه روز تا یاد میکنی که من چیکار کردم. بله. خوش کردی یک کس آرام هستی، خفه کردی ناراحت هستی. بله. حتما ناراحت هستی. و اینقدر سخن خوب گفتید، بگذار که در جنجال شما مغلوب شوید. آباد باشی. مغلوبیت این برد است. بله. برد باطنی. و در ابتدای برنامه گفتیم که بسیار هستند هنرمندانی که علاقه بعد یک مرحله که شهرت پیدا میکنند خاراکترشان تغییر مییابد. چی باید کرد که صحنه مثلا شکوه، شهامت، معروفیت خاراکتر انسان را تغییر ندهد؟ زیرا که ما نیز از همین بخش هستیم، از همین سطح هستیم. ما را نیز تهدید میکنند. مثلا در کجاها وقتی که میبرایم و مردم ما را میبینند با ما سلام علیک میکنند، استقبال میکنند، طبیعی است که این افتخار میشود و از این افتخارها روحیه ما تغییر مییابد. باید به پستی ها نظر کرد، یعنی که به بلندی ها ما حرکت میکنیم. بله. معلوم نیست که نام کی میماند در ما، یعنی که در بین ما هنرمندا بسیار قدیما بودند و رفتند و بعضیش هستند، بعضیش نامش ماند و بعضیش نماند و این چیز معلوم نیست نام کی میماند و ما هممون حرکت میکنیم که نام ما رو گذاریم. وقتی که ما میخواهیم نام ما رو گذاریم، وقتی که ما در کوچه صدها آدم را خفه کنیم، بعد از کجا در دل نو در اونها نام ما میماند؟ چندین هنرمندا آماده رفته هستند، لیکن فکر میکنم که اونا راه را تو همون جا فقط فکر کرده دیده استند، لیکن وقتی که از در میبروی اونجا نمیبینی این چی انتظار است ما را. به همین خاطر که نمیبینیم ما را چی انتظار است، فکر کرد. اون پستی ها را باید فکر کرد. من همیشه من در این مشهوریت که هستم، من هر روز فکر اونجا را دارم. شاید فردا میغلطم یا شاید فردای دیگر، لیکن با بالا حرکت دارم، لیکن فکر اونجا را دارم که شاید یک روز به اونجا میافتم. حتما من هر روز در فکرش هستم، لیکن با اونجا با بالا من فقط حرکت دارم، فقط حرکت دارم. فکر اونجا را هر روز دارم. بله. و گفتیم که شما نیز از جمله اون هنرمندانی هستید که با تلویزیون خیلی زیاد همکاری دارید، با روزنامه‌نگاران حرفه‌ای. حالا واسطه های نزدیک شدن به مردم و واسطه های در رابطه بودن، در علاقه بودن خیلی زیاد شده است. در نظر داریم ما سامانه های اجتماعی رو اونجا ساده تر است، آسان تر است وارد شدن. بله. اما شما گفتید که در اونجا اونقدر فعال نیستید. چرا؟ من حتی نمیفهمیدم که اینترنت چی است. مثل واتساپ و این چیزا را دوستم و بعد می فیسبوک این چیزا را بعد با واقعی ناباور چنان یک شب در واتساپ نوشت دارم. گفتم چی کار میکنی؟ گفت در اینترنت هم. اما نمیدونم اینترنت چی است. اون وقتا در اونجا که میدرایی و صحیفه میزنی هیچ تماشاوی ندارد و چشم و عصب خودت میلیون تا یعنی ایده قبول کرد، لیکن اونو در کار نیستن علاقه. یعنی که جوی موسیقی را ذهنت کردند. جوی موسیقی را علاقه گرفتن. وقت رو گرفتن. بله. اصلا فکر کلانسارا را میکنم. فکر کلانسارایی که مادرانی که در دهاتا پولت تلویزیون را گرفته انتظار هستند چیز خوب را تماشا کردن. من همیشه در فکر همانا هستم، در فکر مادران و پدرانی که کلانسار هستند، اونا فقط تلویزیون تماشا میکنند و من این را درک کردم که من کار خوب کردم. با همین خاطر من در تلویزیون و در کارهای ثبتای تلویزیونی فعال هستم. همیشه فعال هستم. این را به خاطر همون پدران مادران کلانسار در دهاتا هستند فقط فکر اونا را دارم، چون که اونا بلحوث نیستند. اونا وقتی که مخلص هستند مخلص اشری هستند
و من این رو در حقیقت درک کردم. فکر بهترین من همین بود است که وقتی که من میرم دهاتا فرق کردیم من منطقه کلو بسیار میرم، یعنی دنغره و سه و مسکوفسک همدانی و کلوب و مومن آباد و زیادتر اونجا دعوت با بسیار میرم اون طرفا. بعد با جلگتور و با رنوه رشت و پنجکنت و همه اونجا که وقت میرم بسیارتر کلانسالو میبینن در رو میبینن با من دعا میکنن سلام میکنن. من از این به حد راحت میکنم. راحت جان است برای من، چون که من این رو کاریدم. بله تخمی امین را پوشیدم که امین را من گرفتم. من درک کردم که اندیشه درست کردم. بله مهم محبت اونها است بله. که ما به دست بیاریم. چی با من این کار کردم؟ این جوانان بعد 10 سال کلان میشوند. بله. اینا با من هستند. من باوری کامل دارم. و از طرف دیگر رسانه های رسمی گویم مثل که غالبر هستند. هر کس مثلا در تلویزیون راه یافته نمیتواند، هر کس از این منبر برآمد کرده نمیتواند و هر چیز هم در افیر پخش شده نمیتواند از اینجا. برای اینجا با شما نشستن در تلویزیون برآمد کردن سخن گفتن بسیار دشوار است. مبادا یک سخنی ناچار ناجور غلطد و بعضی ها میبین اینجا میشینن الکی گیو که در انتها می سینفدا که یعنی انتها میسپاری کو الکی همین گناه خودشون است میکنن. دشوار است. و جای گفته بودیم که اصلا وقتی که یک نفر ترانه میخواند مردم در وقتی که ترانه اون کس رو قبول میکند در برابر اون ترانه درباره اون شخصیت دانستن میخواهد، درباره جهان معنویش که چگونه نظر دارد نسبت این یا اون مسئله، چگونه گفتار و رفتار دارد. و ما حتی میبینیم که مثلا تماشای یک سخن یک هنرمند از ترانه‌اش دیده زیادتر است. بله. یعنی پیروی میکنن مردم با رفتار، با گفتار، با سر و لباس، با اون ترانه‌ای که ما میخوانیم، با اون سخنی همون ترانه که چی میگویند. درست. و ما که به نقطه نهایی برنامه نزدیک میشویم و بازم همون سوال گفتید که خاکساری این یک خصوصیت خیلی مشکل است، اما همه میخواهند که در ضمیرشان همین خصوصیت باشند، اما اون رو تشکل دادن نمیتوانند. برای نسل جوان، اونهایی که نو به صحنه میآیند و اونهایی که جوانهایی که در سمت‌های گوناگون هستند و موفق شده ایستادند در کدام یک بخشی هستند، همین خصلت رو در ضمیرشان با وجود مشکل بودنش چگونه انکشاف بدهند؟ این را باید زندگی کرد. به خاطری که جوانانی که امروز بسیار مشهور هستند و یعنی کلمه خاکساری را اول نمیشناسند او چیست، چون که بعضی آدم‌ها اونها را پر اعتراف میکنند، خیال میکنند که بعضی آدم‌ها نازشان را پر میبردارند. اونا به فکر آدمایی که پر میبردارن نازشون عمود ناز رو به تمام مردم میکنن، لیکن ما این گونه حق نداریم. در بعضی جاها ناز ما را بسیار میبردارن، در بعضی آدم‌ها هیچ نیست باید نازت رو نکنی. با اونا هم خیلی خیال میکنن تمام دنیا تمام دوستان ما را میشناسند، ما باید ناز خودمون را بالا همه مردم که ما حق نداریم. این گونه ما باید حرمت کنیم، باید خاکسار شویم و وقتی که خاکسار شدیم و بعداً اونا ناز ما را میبردارند. بعداً و نوبسته به این خاکساری ها، نوبسته به این انسانی زمینی بودن ها، نوبسته به این قدر پستروی ها و در جنجال ها مغلوب ماندن ها، شما هنرمندی مشهور هستید، هنرمندی شایسته تاجیکستان هستید. این یک عنوان است که هر کس به این عنوان نمیرسد و این عنوان رو هم تو گرفته نمی شود. به واسطه زحمت های شبانه روزی سالیانی زیاد زحمت میکشی و حالا شما گفتیم که شهرت سینک هستید. وقتی که به خودتون نظر میکنید به آینه از این نام افتخار میکنید؟ البته چرا افتخار نمیکنم، شکران میگم که شکریت که یعنی که خداوند به من همین هنر رو توفه کرده است. این هنر رو من توفه خداوندی اعلان کردم. حالا که هر شخصی که وقتی که هنر میگیرد این هنر توفه است. من نسبت این هنر هیچ وقت خنک نظر نمیکنم، تو که این توشه راه زندگی من است و تو امین روز من با این هنرم زندگی رو پیش میبرم و چرا من نمیبالم و چرا من شکرگزار نمیکنم.
من هزارها بار شکریت میگم. کلمه شکریت این است که یعنی راضی هستی. وقتی که شکریت نمیکنی یعنی که گویا که حالیم با تو کم است. لیکن من فکر میکنم من همین قدر طلب کردم لیکن با من همین قدر داد. اون چیزی که من ایجاد کردم چی با گفتم که در تمام دهات و کلان سالا انتظار هستند با پلت تلویزیون ما را گوش میکنند، نگاه میکنند، اینا هم کلان میشن مثل امونا، اینا هم گوش میکنند. نه که در آینده ما همون چیز را میبینم. و ما موفقیت میخواهیم بازم با شما و این راهی که انتخاب کردید با اون خاراکتری که دارید، من باور دارم که شما هیچ وقت از نظرها از قلب مردم دور نمیشوید. سلام باشید. خوش آمدید بار دیگر به برنامه حرف دل. خوش باشید. دوستی عزیزی ما. سلام باشید.